آقا سلام عرض بازتر باشه. نه نکن میگم یه آبروی منو میبر با شورم چیزی نمیگی. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم. حامد تبریزی هستم. مرسی از کانال شخصی خودم منو دنبال میکنین کنار مرتضی امین. خیلی مخلصم. سلام و عرض ادب. چیکار میخوایم بکنیم؟ ببخش گفتیم جا رو عوض کنیم. باز داره بارون میزنه، یعنی چطور حالش؟ برفه، این برفه حالا که برفم میزنه. ما قراره بریم توی یکی از مغازه ها. آقا کت شلوار بپوشه، یکی از مغازه های شیک خیلی با کلاسه. آره. خیلی برنده، اصلا آدم روش نمیشه بگه. آره بعد آخر سرم ببینین دیگه، بریم که داشته باشیم. من وری برم، شما اونوری برو. بریم لایک کامنت سابسکرایب مهم نیست، زنگوله رو به صدا در بیاریم، ما رو دنبال کنین، کنار هم دیگه لحظاتی رو خوش بشید. دوستتون دارم. تو این بره برو، من این بره برم. بفهم. آقا سلام عرض. خسته نباشید. وقتتون برای دوستم کت شلوار می‌خواستیم. عقد کنونشونه. مراسم داشتیم. سلامت باشید. رنگ خاصه بده حالا رنگ که به صورتم بیاد. کار خرید چیزی می‌خوام جذاب. آره اگه بهم بیاد چرا که نه. یه تست سایز بگیر. بله. خواهش می‌کنم. من دوست عزیزم خیلی. نه این کوچیکه اصلا تست سایز آره. خیلی اسنیک دیگه. یعنی چی؟ یعنی بزرگتر از این جذب حالت اسپورت داره. ولی بهت میاد. خب بهم میاد ولی خیلی اذیت میشم. بزرگترم داره مثلا فرقا. ولی واقعا چقدر بهت میاد. یه بزرگتر بدیم چون عقد عروسی با هم باید بزرگتر بشه. چقدر رنگش بهت میاد. من که حالا میخوام سایز بزرگتر بدم. بذار یه سایز بزرگتر بردارم. واقعا چقدر رنگش به جدی صورتت میاد. جدی سایز بزرگتر الان به سر شمااتون خوبه. خب پس سایزش ولی یه سایز بزرگتر میدونم ببخشید. تا چقدر سایز بزرگتر دارین شما؟ بزرگتر این رنگ ندارم. سایز بزرگتر چه رنگی دارید؟ مشکی سرخی. بدین اشکال نداره. چون من میگم حالا که دارم هزینه میکنم بالاخره میخوام چند سال برام بمونه. آره مشکل نه، فقط سایزش بزرگ باشه. کره جایی هست. اینا سایز هم از اون بزرگ. واقعا برازندته. شبیه اساتید دانشگاه کالیفرنیا شدی. آمریکا. آمریکا اومدی چند لازم؟ برخواهش میکنم. بزرگتر از این داریم؟ بزرگتر هم من دارم دوست سایز بزرگتر. میشه بدیم بی زحمت. ببخشید اذیت می‌کنم. ببینم اینو. خیلی خوبه. ولی یه خورده سایزش چون من باف می‌پوشم زیر پیراهنا. یه سایز باز بزرگتر. این چون سن رشده مثلا 2 سال دیگه مثلا اندازه‌اش میشه دیگه. واقعا مثلا 6 ماه پیش اینقدی نبودم. الان شدم. الان 6 ماه به بلوغ رسید، الان داره رشد می‌کنه تازه. اینم با سایز. بله من چی میدونم دیگه. مثلا اینو می‌بینی این خیلی گشاد بود برام 6 ماه پیش، الان جذب شده. نگاه حتی انقدر جذب شده که پاره شده اینجا. آره دوست عزیز. آره من نمی‌خوام زاپتار بشه. کت زاپتار نداریم؟ جان؟ مثلا فرق نمی‌کنه بزرگتر کت زاپتار می‌خوای چیکار؟ با شلوارت ست کنی. آره گاوی چرا؟ کت شلوار داری میگیری. کت شلوار لیک نمیخوای بپوشی. خوبه؟ آقا مهدی این خوبه؟ یه ذره دیگه اگه سایز بزرگتر از این دارین؟ دارم. میشه آخرین سایزتون رو بیارید؟ من ببخشید من دیگه اذیتتون نکنم. از شما درد نکنه. ببخشید بریز به پاش کردیم. ببخشید شرمنده. ببخشید. چه قیمت اینا؟
حالا بذار 5800. 5 میلیون و 800 یعنی چی هر ببخشید یعنی چی این حرف 5 میلیون 800 نه می‌خواستم برم چرا نه یعنی چی این حرف نه یعنی چی این حرف آقا می‌خواستم میگم یعنی چی این حرف پول نرم من آقا من آخه میگم یعنی چی این حرف ها چی شد یا؟ نه آخه قیمت یه جور دیگه انگار مثلا 5800 تومان داره آبروی منو میبری داداش اشکالی نداره. بی لیاقت آوردم یه مغازه خوب میگی 5 آقا فردا سرت ولش. یه سایز بزرگترش بده ما بریم یا داداش آخرین سایز. آخرین سایز بیا ببینم بیا اشکال نداره یه سایز بزرگتر نشد نه داداشم اشکال نداره بیا نوکرتم داداشم سلامتم اذیت که نشدی اصلا الان شیر موزه ست می‌کنم ببین آقا مهدی چطوری چطوره یه ذره فیت‌تر باشه به نظر ولی خوبیش اینه که با شلوار و بوت هم میاد درسته قشنگ یه سایز بزرگتر بده ما دیگه خون اومد نه ببینم. خدا رو شکر نه اومد اندم چیز نه. نه اوکی آره اوکی مغز قضیه که معلوم بوده ببینم چیزی نشد دیگه بعدت چه داداشم این بزرگه است دیگه واقعا آخرین سایز. آها ماشین زودتر می آوردی برای ما دیگه آقا من تو این چطوره داداشی عالیه باز سر باشه این چطوره عالی خوبه جدی عالی فقط شرمنده من الان سر قیمت چیز کردم ببخشید تو رو ناموسم چکر خورم تو حساب میکنی نه چون من نه کارتمو نیوردم مرتضی جدی مشکی روشن‌تر نداره؟ مشکی روشن‌تر داری داداش این یه خورده جسارت داره میگم بزرگه مثلا. نه آقا من صلاح خودم میدونم دیگه همین رو فردا میپوشم اگه اینطوری نشدم من مریض راست میگه داداشا بزرگی برای یه سایزا یه سایز شما دبی رفتی نه متأسفم. من رفتم تو دبی همه اینطوری میپوشن کجا تو میشناسی شما نرفتم کجا رفتی شما نه اصلا اونشون نه من رفتم کجاشو میشناسی شما کوچه پس کوچه هاش میشناسم کجاش بود من کل کف دستم مثلا چین خیابون شهید بروسلی داره دبی نمیدونم چی داره حالا چون ایشون نرفته حتما باز باید بخوام زیر گوشه نه یه لحظه نه باید بخوام زیر گوشه یه لحظه آقا میگه من پول ندارم نخوام دست نه یه لحظه من زدم زیر گوشت بزرگی کردم من همون دیگه خب اینا حساب کن دیگه من بزرگی کردم رفیق خب نمیشه اینا حساب کنی ببخشید راست بچه زنگ زده بود میشه جان یه کاری کنیم تو حساب یه چی بهت بگم زشته دارم نگاه میکنم برو حساب کن خب این چند 5800. فقط کتش کت و شلوار فکر می‌کنم جلوسخان داره. جلزغم داره جلزغم حساب کن میگم سایز بزرگتر میشه قیمت هم زیادتر میشه بله دیگه. بله. بیشتر می‌بره. خب سایز کوچیک چی داری حساب کن بریم بس کن میشه یه سایز کوچیک بپوشم شاید قیمتش یه رو قیمت تاثیر چرا میگه نداره داره خب الان شما خیلی من میخوام بزرگتر بردارم بله. نه الان یه خورده قیمت چی یه دونه سایز اسمال میدی مشکل نداره برام جذب باشه آسیناش تا اینجا باشه فقط قیمتش مناسب باشه بزنین احمقی آبری من همه جوره خیلی کوچیکا یه این کارو دارم 850. نه بابا 850,000 تومان این کار تک سایزه دیگه فقط هم سایز کوچیکش میده. خاطر همینم آف کنم. پاره نشا عالیه خدا خیرت بده زودتر میاد 850 ببین اندازت نمیشه خب میگه 850 آمد این اندازش الان این مقدار چیزاتو بدی بالا اوکیه. تیشرت من یه بده بالا سبک ترکی. نه عزیز من همونو شما بردار ترکیه رفتی؟ نه کجا رفتی داشت یه چارج برو دیگه شما رفته. همون بزرگه رو برمیدارم بزرگی تخفیف هم داره دیگه بذار من پاره نشه. نه داداش رمتی هم میده نداره اون کتا رو میدی؟ من ندارم تو بخور من ندارم یه کاری کن ما من پول ندارم تو داری میخری من بدم به خدا شاباش جمع میشه دوئل کن الان دوئل کن ببرم شما حساب میکنی؟ ببری من حساب میکنم آقا ببخش من گوشیمو بذارم تو چرا یه لحظه. ببخش
اونو برام پکش کن من میبرم. مشکیه رو. بله بله. اولین تیر که بخوره به هدف. آره. صبر. پشت به پشت. آقا ببخشید. داداش یه دقیقه وایس ببینی کی زودتر میزنه. آماده ای؟ یه دقیقه آماده باز با شماره شما برمیگردی؟ آره با شماره شما 3 قدم؟ آره 3 قدم ها ریس 1 برو 1 2 3 تو بازنده نه نکن میگه مرتضی من باختم؟ آره دیگه ببخش من باختم؟ ببخش تو داری صورت آقا؟ داداش من باختم؟ کی باخته داشت؟ آقا بفهم ببخش اصلا ما نداریم. نه میدونم من کی باخت مهم اینه من نمیدونم. تو زدنی اشتباه داشت تو بیا برو بیرون بابا سال یه بار تو مغازه تو یه نفر نمیاد حضرت عباس آقا این منور کرد درست صحبت کن بیا بیرون نکن داشت مشتری چی نمیگم نکن من گوشیمو بردارم ببخش من گوشی رو بردارم نگاه گیان زد به مغازه مردم ببخش من گوش نکن دیگه داداش ببخش من تو رو خود برو بیرون یه زدی مغازه رو ترکون الان کی اینا با شورت چیزی نمیگن الان کی با الان این آقا رو کی زد بابا نکن آقا نکن الان کی با من مهم نمیشه نکن یه چی بگذاری تو در داشت ببخش خب با پولش نمیده پول کتشه سر کتشلوار بازی کردیم نکن دیگه آقا من معذرت کنم داشتیم دوری مخفی داشتیم ضبط می‌کردیم ببخش حلال کن ببخش داشتیم دوری مخفی ضبط می‌کردیم حلال کن ببخش من نوکر ببخش نکن دیگه فهمیدم دوری مخفی نکن مگه نفهمی دوری مخفیه ببخش آقا حلال کن شرمنده تو رو خدا نکن اصلا معذرت خواهی کنم از دوستان عزیز ما از دلشون در آوردیم بازم جلوی دوربین عذرخواهی میکنیم و اینکه من گوشیمه داره زنگ می‌خوره ببخشید ادامه میدیم به و اینکه از فابریونی فروشگاه بی‌نظیریه تشکر میکنیم که اجازه دادن همچین شوخی باشون بکنیم مرض داریم مگه معلوم نیست داش ارمندان تو آقا ببخش حلال کن داداش دورت بگیرم ببخش خیلی آقا دورت بگیرم ببخشید واقعا ببخش من نکن مغازه رو کثیف نکن من نگفتم نکن